سلام دوستان، چطورید؟ حالتون چطوره؟ خیلی مشکل اینو دارید که هیچ نوتیفیکیشنی روی گوشیتون نمیاد. بریم بهتون یاد بدیم. میایین توی تنظیمات، بعد میرین توی بخش اپس رو که زدین میرین منیج اپس، سرچ میکنین برنامه‌ای که براتون نوتیفیکیشنش نمیاد، سرچ میکنین برنامه رو. مثلا من الان تلگرام میخوام فعال کنم، اعلانش رو. میایین توی بخش اعلان های تلگرام، اپ پریمیوم، اون تیکایی که اون چیزایی که اون پایینه رو باید فعال بکنی. میتونی همش رو فعال نکنی و چیزای مهم رو فعال کنی، ولی من همش رو فعال کردم. بعد از تمام فعال کردن همشون بازم ممکنه پیامکی یا نوتیفیکیشنی روی گوشیتون نیاد. بازم نیومد، میاد توی سرچ تنظیمات، سرچ میکنین اپ نوتیفیکیشن، برنامه‌ای که براتون هیچ نوتیفیکیشنی نمیاد و پیدا میکنین. مثلا برنامه دیجیکالا، باید این تیکش فعال باشه. تیک اون برنامه فعال نباشه، هیچ پیامکی روی هیچ نوتیفیکیشنی روی گوشی شما نمیاد. حتما دقت کنین که اون تیک فعال باشه. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.